به والله درست نیست این کار. کسی که به خودش بگیره میدونه ما برادریمون رو در حقش ثابت کردیم. الان نه، 5 سال پیش ثابت کردیم این قضیه رو. ماشین بنده خدا رفته کارشناسی، میزنم بالا زیر ماشین رو نگاه کنیم، شاسی ماشین سالمه. در اثر دیده محروم کردن جلوبندی لبه تیغش 2 سانت خم شدگی داره. ماشین یارو رو زدن، شاسی ماشین خوردگی داره. اونایی که فنیان راحت میتونن اینو ببینن. ببین این جایی که دارم بهتون نشون میدم، اینو زده شاسی ماشین خوردگی. آقا شما اگه برند شدی، شلوغ شدی، باید مدیریت کنی تو کارت. این بنده خدا گرفتار بوده، چکش برگشت خورده به خاطر اینکه شما این لبه‌ایو که وقت اینکه دیدم انداختن جلوبندی کار کردن خم شده، شما زدی شاسی ماشین خوردگی داره. خب درسته مگه؟ و صاحب نظرها اونایی که کارشناسن خدایی خودتون بگید تو کامنت، بگید این لبه جزء شاسی حساب میشه، شاسی خورده میشه یا نه. تو کامنت نظرتون رو بگید، به جنبندی برسید. این ویدیو هم درست نشده که پیش ما بیاین، نه اصلا شاید منطقمون یه جوری باشه که به هم دیگه نخوره آدرسامون، اما جای معتبر ببرین، جایی ببرین که واقعا به حق کار انجام میده. خیلی دنبال این که ای آقا فلان شده صف مشتریاش اینجوری نباشید، اسم کسی هم نیاوردیم. حتی اگر به مطالب خودرویی و موارد خاص کارشناسی علاقه دارید، حتما پیجمون رو فالو کنید.